قاعده 116 هم چی است؟ قاعده 116 هم میگه که مفهوم سکرات الموت را در عقیده اسلامی بدانیم. سکر یا سکر ایره چی میگه؟ ای در لغت به معنای مستی و نشه هست. و سکرات الموت چرا سکرات الموت میگن؟ حالت جان کندن. میگه همین قسم که انسان وقتی که شراب خورده باشه این نشه میشه، گاهی طرف راست مفته گاهی طرف چپ مفته، و در وقت جان کندن هم انسان در حالت می باشه که خدا کنترل کرده نمیتونه، گاهی به این طرف مفته گاهی به اون طرف مفته، و هر کس نظر به مو حالتش در حالت سکرات الموت قرار میگیره. بعضی کسا هستن که گناهکار بسیار قوی هستن و این سبب از این میشه که قبض روح از بسیار سخت میشه، خیز میزنه، استاد میشه و پس در زمین مفته و ده دیوال میخوره و دو دیوال میخوره. این سکرات الموت است.